حاجی درود به تک تکتون. خوش اومدین به ولاگ جدید ما. معرفی کن خودتو. میخوام بریم کجا؟ آقا روزبه هستم، میخوایم بریم زلال. با آقا امیر که خوشتیبا. سعید مرادی هستم، کفش رو بگیر. دیکس 2000 قدیمی. بچه‌ها با ما همراه باشین یا علی. حاجی بریم حرکت. راپلا هم بگیر. درود. آقا بشین این کارا چند می‌کنی؟ خجالت نکش. حاجی با ما همراه باشین یه شب تفریح بدون خرج. بچه‌ها تعریف کن. تعریف نه، اومدم بره دانشگاه باید پول بدیم. امتحانا شروع کردن؟ وای نامرد مرده. بچه‌ها مهم اونه که داخل بی پولی خرج کنن. عین ما. نه دروغ میگه، متین پول دار. یا قرآن هوا یخه. قرآن هوا یخ. با پراید آروم میریم، آروم هم برمیگردیم. دنده خلاصه ببومه نریم من دیوار. او آجی با ما همراه باشیم تا بریم و بیایم، جایی نرین. آجیا خوابتون نبره. خنده به ماهی گپ شد. وحید مرادی. آره کفشات خنده دار شدن. اولین جایی که رفتیم بنده پیاده شد، کافه رفت یه قهوه بخوره و بیاد. ما بچه آدماییم که آخر شب قهوه میخوریم. الو، یه خاطر برای بچه ها تعریف کن. یه بار رفتیم. بابا قطع کنه. چه؟ یه بار رفتیم تاراز. خب با تاراز بچه ها سمت اندیکا. خب بعد خلاصه برف گرفتمون اونجا. دیگه تا همه خودمون رو جمع جور کردیم شد ساعت 3 ظهر. دیگه 3 ظهر نهار خوردیم. اون شد برامون خاطره که دیگه مواقعی که هوا ابریه بله نریم سمت جاهایی که برفیه. پراید مال فروشه؟ نداشت. مدل چنده پراید؟ عادی. بچه ها برای ولاگای خفن‌تر خواهشان حمایت کنید. حاجی انرژی بدیم، انرژی. بریم تا لوکیشن، با ما همراه باشه. اگه ما یوزری تو توی مارکت میدونم میشناسی منو خودت میخواری پشت هم میزنیم به تو تبونه تارگت میبریم مارکت زدم با داست تو خونه تخت بود یه دیست خوب بده به ما بشی معروف سزاد زعی به بوازه ای کش ناگدون شدار کوملاتی جور عتیق جاتی شدار کوملاتی یا جور عتیق جاتی آب بارونه. بیب بیب. آقا به آهنگاش خواهشان احترام بدم. این بنده عاشقه. تو خودش آهنگاش. عاشقه. کم فوش بده. عاشق پوله. عاشقم، عاشق پول، شدم، عاشق عاشق پول. رپ خوند شدم. ساحل نور. بابا اشغال ما جوونا و ویلا، جوانی که به باد رفت. شوانی هم جون مومن جونه جون مومن جونه آهنگ پاس میخوام بزنم. بارون میاد توی عطرت میاد. با به شرفت پافر ما بده کیو من کوی بیش ما بی پافر نیام. سردم. آجی لوکیشن انتخاب کردیم. خیلی شلوغه بچه. چون تا قشنگ ویدیو بگیرم اما شلوغه. نمیشه ویدیو بگیری. شلوغه. خیلی شلوغه. کوی بیشینی؟ بچه رسیدیم به مقصد. امیر میگه پافرمو بده. نه شلوغه، خیلی هم شلوغه. گذاشت سر بمون. ای بچه حالا فکر کنم بلاگری چی؟ حالا میشه تو نگاه میکنم. بریم تا موقعی که میخوایم چی بخریم. وسیله بگیریم. با ما یه خاطر برای بچه ها تعریف کن. بار رفتیم تاراز.
خب با تاراز بچه ها سمت اندیکا. خب بعد خلاصه برف گرفتمون اونجا. بچه ها به نظرتون میخوایم چی بگیم؟ آخرش کی میخواد کار بکشه؟ این کارتشو میگیم آخر آقا امیر باطن امشب اما دیگه میخوره ببین منوش چیه؟ وایس ببینیم چی میخوره. چنده این بچه ها منو رو بگیرم براتون. بچه این منوش تبلیغ باشه براش ها؟ بچه این منو تنوری. ببین آقا ببین نه همون میخوام واسه چیکار کنم ببین بچه جا بگیرم بهتون هم همین ببینم باید بچه ها زلال متین داشت به تو کار بچه ها بریم ببینیم چیکار کنیم. داشت پادو به من میدی؟ بچه ها خیلی شلوغ این مراقب تک تک حرفاتون باشین. نه بابا بچه ها ولخرجی یعنی ولخرجی پشت ولخرجی خاموشش کردی؟ برش به طور چشم کامرات روشن بخواین جرأت بخورین کم خرج‌ترین ولاگ دنیا شاید بشین. بچه ها ولخرجی یعنی ولخرجی پشت ولخرجی. عدد معتاد بچه ها فندکش خراب شده یه عدد معتاد. بچه ها دختر دین ها چطوره؟ این دختر دیده ببین چطوره. بچه ها تو رو قرآنتون یکم فرهنگ داشته باشین. یعنی راجع به فرهنگ حرفی چی؟ خب مثلا کسی خدا وکیل کسی چی؟ به نور میاره پایین که صدا به مخار ماش این سینی کفه پنو نیست قربونه. نه فنون اگه میاره پایین خب من موقعم سه بچه ها بریم برای وقتی بگیر بیرون دخترها نیفت. نه نمیاد نه اومدم مایسترمان امروز. سی ولاگ دوم ولاگ سوم تاراز روز پنجشنبه آزمه بومل رفاقر شما بیا معتاد. به معتاد میگن تریاک مادر همه بدبختی هاست. میگه باشه در حال مادر و احترام معتاد یک عدد معتاد دومی رو بگیر برام امو برام شرمنده تم این قطعا امو برام شرمنده تم بچه ها موقعی که دختر آقا برو بهش بگو بیا برو بشه همه داخل قیافه نه کامل داخل قیافه کامل داخل قیافه داشت ببخش یکم میشه پنیر بریزه توی اینا پنیر همین سس سفیده چه نمه پنیر نیم پنیر آب شده نیم باشه آب برمو رفت بابا این سس مایونز پنیر چیه؟ والا فکرم پنیر آب شده ریزن پنیر آب شده باشه آب برمو رفت این بلال پنیری والا ما نه بلال خردم نه چی بلال پنیری اوه متین برو بالا حالش یا قرآن ماشاءالله اوه بیار پایین دور بینید بخوایم یه چی بخوریم با بیفته بخور بیفته بچه اوه ماشاءالله دخترونه بچه ای چه دندونایی داری اوه پیا جایگمه چه نه قرآن باشه بخور اوه نگینم خب بچه ها همیشه تو زندگیتون سعی کنید هیچ وقت با خانم مطلقات تو رابطه نرید یه مش رفیقا من آبرو آدم برن امشب دعوتی آقایی من شاید دعوت امیر بگیر امیر شیخ بزرگ دعوت آقا محمد امینی دمت گرم چیه؟ هوامونو داشته باشیم متین راست میگه؟ حرفی چی به بچه ها؟ هیچ حرف با بچه هات نه باش حرفی چی با بچه ها؟ همیشه سالم زندگی کنید بره معتاد دومی رو بگیر دمت هم گرم
بچه‌ها نوبتی هم باشه، نوبت داداشتونه. دایر با کلاستون اومد آقا. نیست گذشته وقتی الان تو دیدم. جاده اشغال بچه‌ها اینطوریه. ماشاءالله ای جاگم بچه‌ها بچه‌ها. ماشاءالله شیخ مسر. ای متین گذاشت یه آب خوش از دلی ما رفت. آب خوشی حال دارم بهتون میدم ول خرجی ما رو نه. یه لحظه بگی بچه‌ها یه نکته هست تو منو متین پیداش کنید. این نکته رو هر کی گفت جایزه داره. آقا داخل کامنت ها بگید کی خوشگل تره. یادتون نره. خودت خوشگل تری. سر اگه خوشگل باشه میبرن به جای دختر ازش استفاده میکنن. مرد بچه باشتر. خجالت بگیر. آقا آرام. جنگ رو آخری بچه‌ها. این آقا همه اوکی. جنگ رو آخر. دونه چندن؟ دونه 60. یه حال خوبی بود ها. برای که ما پول نداریم حال خوبی بود. گرونتر بگو. والا علاقه ببرمون بالا. برادر مردیم. حرفی. رفت نوبت رفت. بچه‌ها 40 دقیقه همین جاییم خب. قشنگ 40 دقیقه همین جاییم به خاطر یه دختر که آمار بشه دا. همین آقا. ورا تو کول قشنگ هم مانند چی نده بیرون. 40 دقیقه همون جاییم دقیقاً. من این راستی میخوام بخونم. به خاطر که یه دختر چش تو چش باشه. آقا شاید یارو خب اتفاقی چشش بهت افتاد. یکم جنبه داشته باشه. هر کی خواهد نگاهتون نمی‌کنه بهتون چی نداره، چش نداره. مگه نه؟ عزیز من مکانیک خرابی ماشین رو با استارت میفهمه. دایی آقا رضا درت بزا آقا رضا درت 6 دروغ. 66 دروغ. کبوتر خیالم رفت سر بومه. بچه‌ها برای کارت کشیدن می‌خوایم یه قرعه کشی بزنیم. چی می‌خوایم پخش کنیم؟ سنگ کاغذ قیچیه. که کی کارت بکشه. آره بچه‌ها شروع شد. هر کی برنده شد میره کارت میکشه. از قیمتی هم فرق داره. هر کی باز دو بار دو بار بیا. سنگ کاغذ قیچی. یک. با کارت بکشه. بیا با کارت. سنگ کاغذ قیچی. یک. بیا. سنگ کاغذ قیچی. 2-1 برو. نه با امیر باید کارت بکشه. نه اختلافات برو. سنگ کاغذ قیچی. ببینیم کی برنده میشه. 2 بیا. بابا چتونه آقا. بیا. سنگ کاغذ قیچی. ناموسن دیدش. نه. باید کارت بکشه. بابا میکشم بیا فعلا طرف دو تا. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. به شرفم تو دوباره. آقا بلند شو کارت بکش. بلند شو. آقا این کارت برو کارت بکش بیا. بچه‌ها نمیتونم فیلم بگیرم مجبورم پول انتقال داخل کارت من ببر کارت. کارت بکش باید. بکش. انتقال داد تو کارت من داره کار. بچه خانومه نیفته. آقای ادیتور خانومه رو فیلتر کن. 2 تا 10. بچه بریم برای پایان بلاگ. حاجی اینم پایان عشق و حال ما تمام شد و رفت. اینم بچه حال کردین حمایت یادتون نره. بدرود تا بلای بعدی. او آقا در قفل آقا من یادتونه بابا ای با بچه‌ها پایان بلاگ. بینم شوتو بدم. بابا بیا پایین. حرفی چی؟ زندگی رو باختیم داداش. بگو بچه‌ها حمایت کنن. بگو. بچه‌ها سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید. دوستتون دارم. I love you. بچه‌ها تا ویدیو بعد خواهشاً کامنت چی یادتون نره. فعلا خدا حافظ.